سلام، من کوروش قاسمزاده هستم، مدیر کلینیک تخصصی فیزیوتراپی ایرانیان. سلام، یگانه فقیه هستم، مربی یوگا و از کلینیک فیزیوتراپی ایرانیان. امروز میخوایم براتون ورزش‌های درمانی آرتروز زانو رو توضیح بدیم. پس تا پایان این ویدیو آموزشی همراه ما باشید و حتما این ویدیو رو با افرادی که مبتلا به آرتروز زانو هستند به اشتراک بگذارید. حرکت اول، روی زمین دراز بکشید. پا رو با زانوی صاف حدود 20 سانت از روی زمین بلند کنید. 5 ثانیه مکس کنید و پا رو به آرومی پایین بذارید. این حرکت رو 15 تا 20 بار تکرار کنید. حرکت دوم، روی زمین بشینید، پاهاتون رو دراز کنید، دستهاتون رو بذارید پشت بدن. یک حوله لوله کنید و زیر زانو قرار بدید. زانو رو صاف کنید، 5 ثانیه مکس کنید و بعد به آرومی پا رو زمین بذارید. این حرکت رو 15 تا 20 بار تکرار کنید. حرکت سوم، روی زمین دراز بکشید، پاها رو دراز کنید، یک حوله لوله کنید و زیر زانو قرار بدید. پنجه پاها رو با قدرت بکشید به سمت خودتون و بعد با زیر زانو حوله رو به زمین فشار بدید. حدود 5 ثانیه مکس کنید. این حرکت رو 20 بار تکرار کنید. حرکت چهارم، یک بالش بین دو زانو قرار بدید. دو زانو رو به سمت هم فشار بدید. 5 ثانیه مکس کنید و بعد باز کنید. میتونید این حرکت رو در حالتهای درازکش و همینطور نشسته انجام بدید. این حرکت رو 20 بار تکرار کنید. حرکت پنجم، به پهلو دراز بکشید. پا رو از پهلو بالا بیارید. حدود 5 ثانیه مکس کنید و به آرومی برگردید. این حرکت رو 20 بار تکرار کنید. حرکت ششم، روی شکم دراز بکشید. پا رو از پشت بالا بیارید. حدود 5 ثانیه مکس کنید و به آرومی برگردید. این حرکت رو 15 بار تکرار کنید. حرکت هفتم، دراز بکشید. یک زانو رو خم کنید. پای دیگر رو به همراه لگن و کمر حدود 20 سانت بلند کنید. 5 ثانیه مکس کنید و آروم پایین بذارید. این حرکت رو 15 بار تکرار کنید. حرکت هشتم، روی صندلی بشینید. ران رو از روی صندلی بلند کنید. 5 ثانیه مکس کنید و آروم پایین بذارید. این حرکت رو 15 بار تکرار کنید. حرکت نهم، روی صندلی بشینید، پنجه پا رو بالا بکشید و به آرومی زانو رو صاف کنید. 5 ثانیه مکس کنید و آروم پایین بیارید. این حرکت رو 20 بار تکرار کنید. حرکت دهم، لبه صندلی بشینید. با دو دست نشیمنگاه صندلی رو بگیرید و با زانوی صاف حرکت قیچی انجام بدید. این حرکت رو 20 بار تکرار کنید.
امیدوارم این ورزش ها براتون مفید بوده باشه. در ویدیو بعدی ورزش های پیشرفته تر آرتروز زانو رو براتون توضیح میدیم. اگر سوالی یا ابهامی دارید پایین همین پست کامنت بذارید تا بیشتر راهنماییتون بکنم و فراموش نکنید حتما این ویدیوها رو با افراد مبتلا به آرتروز به اشتراک بگذارید.